خب روهانگژو رو داریم، رکورددار سابق جهان و نفر دوم قاره آسیا که حل رو شروع میکنه. سمت راست تصویر از بالا میبینیم و سمت چپ از روبرو و بر حل اولش رو انجام میده. خب زیونجو اونم میره برای حل اول روهانگژو 573 شد. از رنگ سفید هم شروع کرد. اولل سی و پیلل آر 6 و 87 رو ثبت میکنه. خب بریم برای حل دوم روهانگژو. حالا شروع میکنه از رنگ سفید. چه پیر تمام 3 و 24. یه سوپر حل از روهانگژو که با این رکورد روبیک قاره آسیا رو هم میشکنه و نفر اول قاره آسیا و نفر دوم جهان در بخش سینگل میشه. چه سوپر حلی کرد، چه سوپر حلی در چه مسابقه‌ای و در چه راندی.